نهنگ‌ها کیان؟ نه اونایی که تو دریا شنا میکنن. منظورم اون کساییه که کلی از یه رمزارز رو تو جیبشون دارن. مثلا چند هزار بیت کوین یا یه عالمه از یه آلت کوین. حالا چرا این نهنگ‌ها مهمن؟ چون میتونن با یه حرکت ساده بازار رو زیر و رو کنن. یه نهنگ اگه بخواد یه عالمه بیت کوین رو وارد صرافی کنه، همه فکر میکنن قراره بفروشه. بعد همه میترسن و شروع میکنن به فروش و یهو قیمت میریزه. شناخت نهنگ‌ها مثل اینه که بدونی مهره‌های بزرگ شطرنج کجا دارن حرکت میکنن. اگر بدونی یه قدم جلوتر میمونی. گاهی نهنگ‌ها یه موج بزرگ توی بازار درست میکنن، سطوح قیمت رو میشکنن و بعضی وقتا یه پامپ و دامپ ساختگی را میندازن که تریدرهای تازه کار رو گول بزنن و اینجوری روی ما تاثیر میذارن. حالا راه حل چیه؟ یه راهش اینه که حرکات نهنگ‌ها رو دنبال کنی. خونسرد باش، نذار ترس یا طمع بازار تو رو تحت تاثیر قرار بده و همیشه تصمیمات رو بر اساس اطلاعات درست بگیر. ابزاری مثل ویل الرت میتونه کمکت کنه.